مخصوص بر رویدادهای آخر در ولایت مختار کوهستان بدخشان 17 ینور سال روان از جانب پیشوای اسماعیلیان جهان حضرت مولانا حاضر امام طلیقه مبارک ارسال گردید. از آن روز این جانب در تمام شهر نایقای اسماعیلی نشین ولایت، در جماعت خانه، در نمازجاها، در دعوت و مراسم ها، حتی با واخری با افراد خاص، با گروه های خاص، توسط تیم کاری سازمان های جماعتی والا حضرت، از جمله توسط خلیفه ها، واعظان، کارمندان کمیته رشد جماعت خانه ها به مقصد رساندن پیام های کلیدی طلیقه مبارک واخری ها نشست ها صورت گرفته ایستاده است. این نشستی که ما در جماعت خانه و مرکز اسماعیلی شهر خارخ اینک داریم یکی از آن نشست ها است. امیدوارم که خیلی از شما کلی اون خود مجموعه پره شکل پره طلیقه را خوانده اید، چون این طلیقه در سایت رسمی The اسماعیلی است و خلیفه در محل خواندن. من در اینجا پره آن طلیقه را قرائت نمی کنم، برای اینکه بعد از این نماز که در جماعت خانه می شود این طلیقه از اول تا آخرش قرائت کرده می شود. من فقط روی بعضی از نکته های اساسیش نه شرح و توضیح بلکه بیان نکته های اساسیش را با شما در میان می گذارم. نکات کلیدی طلیقه‌ای که آمد و برای اکثرا در همه محله ها و کوچه ها و طبق ها و از جمله از آن روزی که این طلیقه مبارک آمد 10 دقیقه مانده به نماز، بعد 10 دقیقه در نماز در جماعت خانه قرائت کرده شد بلا فاصله. 10 دقیقه رسید که بعد 10 دقیقه نماز شروع می شد و بعد از 10 دقیقه شروع شد در جماعت خانه خواندنش و هنوز هم ادامه داره. خودش با زبان ساده تاجیکی ترجمه شده است که حتی ضرورت ممکن به شرح و توضیح هم نداشته باشد، اما نکته های اساسیش را بیان میکنم و جماعت هر جایی که اگر خواست شرحی و ما جداگانه در خدمت جماعت هستیم، هم خلیفه و هم کارمندان هم واعظا همشون برای کار سفربر شدند. نکته های کلیدی طلیقه مبارک اینهایند. این رویدادها در زمان رخ میدهند که نوستواری در منطقه افزایش یافته است. از این رو جماعت باید آرامی را نگه دارد و به شیوه مسالمت‌آمیز عمل نماید، در حالی که حکومت از طریق نهادهای مربوطه به وضعیت رسیدگی میکنند. از جانب والا حضرت توصیه شده است که جماعت هم به سنت احترام گذاشتن به قانون سرزمینی که در آن زندگی میکنند صادق بمونند. در طلیقه مبارک از سنت رفتار مسئولانه یادآوری شده است و تأکید شده است که جماعت اسماعیلی در دنیا و از جمله در تاجیکستان همیشه در همه حالت از جمله در هنگام بحران ها هم رفتار مسئولانه داشته اند و باید این رفتار همچنان ادامه پیدا کند. در طریقه مبارک آمده است از مقامات در برقراری صلح و آرامی پشتیبانی کرده شود. در طریقه مبارک آمده است هر گونه خشونت، بی ترتیبی، فعالیت غیر قانونی و دیگر عملهایی که به قانونهای سرزمین مخالفند رد کرده شود. به اعضای جماعت تاجیک در هر کجایی که زندگی میکنند توصیه داده شده است که در هیچ فعالیتی که میتواند باعث خللدار گردیدن برقراری صلح و نظم و ترتیبات خوب گردد شرکت مکنند. همچنین از اهل جماعت خواسته شده است
که باید از تکیه با آوازها و تخمینها خودداری نبوده، نباید از طریق هر گونه شبکه‌ها و از جمله شبکه‌های اجتماعی معلومات پهن کنند که آن میتواند نادرست شرح داده شده نافهمی‌ها ایجاد کند و عاقبت خرابی آور را به بار آورد. از جانب والا حضرت مولانا حاضر امام ادامه فعالیت‌های سازمان‌های عقیده این نوی داده شده است. در پایان طلیقه از جانب والا حضرت برای مشکل آسان و برای امنیت بی‌خطری ساکنان دعا کرده شده است. این است نکته‌های اساسی که در طلیقه مبارک مولانا حاضر امام آمده است. همان گونه که من گفتم، امام رسالتش راه نشان دادن، هدایت و راهنمایی است و مسئولیت ما اطاعت و زندگانی در پرتو آن هدایت ها می باشد. در آخر به عرض شما می رسانم که طلیقه مبارک در سایت رسمی The اسماعیلی موجود است و همچنین از جانب خلیفه، از جانب واعظان، از جانب کارمندان کمیته رشد جماعت خانه در همه شهر و ناحیه‌های اسماعیلی نشین ولایت مختار کوهستان بدخشان در این روزها مورد قرائت و بررسی قرار می‌گیرد که جماعت فرصت دارد از این راهنمایی برخوردار گردد. از جمله شما عزیزان، فرزندانتان می توانید خود امروز هم این فرمان را به شکل پرره گوش کنید و از راهنمایی‌های مولانا حاضر امام برخوردار گردید. توفیق برای یکایک جماعت آرزو دارم. تشکر، سلامت باشید.